سلام، من جواد پور ابراهیمی ام، مستندساز. از کیه تولیدنی؟ بابا من کلا 2 ساعت لازمه دارم. باز فکری بکن ببین کسی رو پیدا کردی بهم زنگ بزن. قربون خدا. سینا زنگ زدی؟ سینا کریمی؟ آره بابا اونم میتونم افیشه. همه کار دارن دیگه، کسی روزش نمیاد. صدا چی؟ بچه‌ها اصلا همه سر کارن. خلاص فصل کار دیگه، نزدیک جشنواره است. دیدی جاده رو؟ چی؟ چی بوده اینجا؟ من افتاده است. من یه کارایی میکنم تلاش کنم بگیرم تا باز من از این فعلا که من مراقب پات باش اینجا. نه حواسم هست. این نمارو جواد نمارو دیدی شد تو؟ بریم داخل بابا. بریم اینجاست؟ آره ببین این ساختمونه هست. ببین دیروز شام دعوت شدم خونه خواهرم. من با شوهر خواهرم خیلی رابطه صمیمی داریم. من از کارمون برای هم دیگه میگیم اتفاقی که تو روز برای هم تعریف می‌کنیم. دیروز با بازدست شهردار میان اینجا. میان تو این خرابه ها قرار حالا یه کارایی بکنن، یه پروژه‌ای. و یه اتفاق عجیبی میفته. ترجیح میدم زنگ بزنم خودش تعریف کنه. بریم ما یه دوری بزنیم. من این روز دوباره باید بگیرم. جواد اینجا رو؟ اینجا دیگه بیفتی اینجا قطعا خطر مرگه. تایش معلومه. رفت تو ناکجایی رفت. صدای تنگی نمیشنم ازش. شنیدی تو؟ بابا اینجا رو فضله موشه. سلام سلام خوبی نوکر قربونت آقا صدا من سر میل شدم زنگ زدی چاکریم عزیزم. آقا چاکریم. میریم صدات فقط رو آیفونه، من دارم ضبط میکنم. خب آره ببین اومدم همون لوکیشنی که دیروز اومده بودین. چی داری میگی؟ آره دیگه آره اومدم. درد میکنه. نه ببین فقط یه لطفی برام بکن. میخوام اون ماجرایی که برای من سر شام تعریف کردی و الان تعریف کنی ضبطش کنیم ما. ماجرای چی؟ من با این بازدسته رفته بودم. آره همون دیروز اومدین اینجا. والا دیگه آقا هم داری ضبط میکنی؟ آره صدا داره ضبط میشه. والا همین بهت گفتم دیگه، ما رفتیم با یه بنده خدا یوسفی نامی بازدست شهرداری بود، بلنشیم رفتیم اونجا و دیگه این بنده خدا داشت یادداشت برداریاشو از این کارا رو میکرد و عرض خدمتت که ما داشتیم توضیحات بهش میدادیم. برای همینجوری تو این گیرودار بودیم میبودیم یه صدای گریه دختر بچه میاد. با هم نگاه کردیم گفتیم خدایا این چیه این صدا؟ از پایین داشت میومد. ما مثلا تو خود ساختمون بودیم، تو دل ساختمون بودیم، از پایین داشت میومد. بدون جفتتون شنیدین درسته؟ آره دیگه اصلا شنیدیم به هم نگاه کردیم یا ناخودآگاه به هم نگاه کردیم این چیه، یعنی اصلا فکر اونجا متروکت دیگه. بهت گفتم که بعد دیگه بلند شدیم همینجوری نمه گفتیم نکنه خدایی نکرده
خفت کسی رو گرفتن، خفت بچه رو گرفتن. اونجا بالاخره متروکت این آدم ناجور ناتو پیدا میشه یه داستانی به پا کنه دیگه. بلند شدیم آروم آروم رفتیم آساسه پایین. این صدای قطع شد یه اصلا ترس ما از اونجا شروع شد. من دیدم این مونسری حالا خود رو درواسی داشت بیچاره با من فهمیدم یه جوری دیگرگون شده حالش. خودم هم دروغ چه خودم هم یه جوری شده بودم دیگه. گفتیم آقا بزنیم بیرونه اینجا. زدیم بیرون و من رفتم پیش اون نگهبانه از اما حسن نرفتم رفتم پیش اون. بعد گفتم اما حسن اینجوریه این صدا گریه دختر بچه داره و بالا من اینجور خواهم چیزی نشنیدم تا حالا. اوکی نمیتونه بیاد اینجا؟ ما حاصل داستان ماستان نداریم ما. نمیتونه بیاد بدان اینجا؟ جان یه سوال جا. نمیتونی بیای خودت؟ نمیای اینجا الان پیش ما؟ من نه دورت بگردم. من باید صادقیه برم الان مشتری باید میل نشون بدم. بعدم باید میرسیدم هم نمیمدم فضل چه من کلام هم بیفته اونجا دیگه مراقب باش اونجا حواست باشه. عزیزم قربونت آقا دم شما گرم مخلصیم. تو که سوالی نداری من باشه قربونت. خداحافظ. اینه ماجرا. که نمی‌ترسی بابا اینا جواد این تو الان اتاقی که خود نگهبانه چی بود؟ عمونه چی؟ عمو حسن آره. طرف آقای قربانی مزاحمتون میشم. بله بفرمایید. خوبی؟ قربان. چه خبر؟ عمو سلام. قربان سلام علیکم. عمو نگهبان اینجا شما؟ بله. امرتون. من اون قراردادتون کنم. من آقای قربانی اینا دیروز است که اینجا بودن. بله. آره. چند وقت شما اینجایی همین؟ 12 سال. چیزی چند وقته توجهت جلب نکردی اینجا؟ نه. چه اتفاق عجیبی جدیدی؟ نه چیزی اصلا. چطور مگه؟ صدایی چیزی هم نشنیدی کلا؟ نه. صدا از اون ور گفتیم من؟ از ساختمونای روبروی چی همون؟ از ساختمونای اون برم تا حالا صدایی نشنیدی؟ نه اصلا. هیچی. اجازه است فیلم بگیریم اطراف؟ از ساختمونا داخل ساختمونا اوکی. 4 تا گردو هم که برای خانواده هست نمیذارم بمونه. گردوها رو برمی‌دارن. پارسال بودن اینجا درگیر که نه 4-5 تا بچه آورده بودن باشون. اون درخت سیب زیاد داشت. گفتم ببین این برای خانواده خودمه. بسیار ممنون شما. این برای خانواده خودمه. بگو من بهت میشینم میدم. با پوست خوردی؟ اما شما اینجا تنهایید؟ تنهام دیگه. فقط همین سگا هستن؟ بله. ببین دیروز رفتم اینجا براشون اسکلت گرفتم. اون هفته اسکلت تموم کرده بودم. خدا شد 770 تومن برای اینا چیز گرفتم. یه حیوان من زدن پارسال شهرداری برد اون پایینیارا. رفتم از کریزک آوردمشون. شهرداری برده بود اونجا آدرس داشتن. علاقه میخواد دیگه. این هم حیوانه دیگه. استشاهد هم می‌نویسه که آقا هم مسجد این برابر که ما اینجا توی باغ مثلا کار میکردیم. بعد دیگه صاحب میشه. صاحب میشن دیگه. الان دنبال این کارا دولت دیگه میگه بذار بشین. 10-15 تا خانواده بیاد اونجا یه ما بمونه و یا میشه بیرونش کنی. نه دیگه صاحب شده دیگه. ما اینجا بودیم که نداشتم کسی بیاد. این هفته پیش خبر یک قتل خانوادگی پخش شد. یه دختر بچه 10 ساله تو غذای خانواده‌اش مرگ موش میریزه و همه خانواده‌اش رو میکشه. خانواده‌اش یعنی کی؟ پدر، مادر و برادر 3 ساله. قضیه چیزی داری میگی این دختره مبینا؟ آره مبینا صادق بود. خیلی خوب خبر مهمی بود، خیلی پخش شد. اصلا جامعه رو توی شوکی فرو برد. برای منم خیلی قضیه عجیبی بود. یعنی برای خود منم خیلی قضیه عجیبی بود و خیلی ذهنمو درگیر کرد. ایده ساخت یک مستند
ایده ساخت یک مستند در رابطه با یک قتل خانوادگی اومد به ذهنم. اون که خب قاعدتا اولین کاری که آدم میکنه اینه که بره با خود قاتل مصاحبه کنه، ببینه اصلا چی شده و فلان اینا. که فهمیدم اصلا قبل من 100 نفر رفتن فرم پر کردن و همه هم ریجکت شدن و از انواع و اقسام اصناف هم بودن دیگه، خبرنگار و فیلمساز و نمیدونم از همه اومده بودن، همه هم ریجکت کردن. مبینا توی یک قرنطینه شدید به سر میبرد. ایده دوم که سرم زدیم بود که برم سراغ خانواده مقتول. تو همین حین که داشتم میگشتم و فلان اینا، خبر اومد که مبینا فرار کرده. کی؟ آره شنیدم. آره کی فرار میکنه؟ 2 روز پیش. خب دیروزم اون اتفاقی که الان پای تلفن شنیدیم رخ میده. یعنی آقای قربانی با بازرس شهرداری میان اینجا و صدای گریه دختر بچه رو میشنوه. صدای گریه دختر بچه کی؟ فردای فرار مبینا، یعنی دیروز. آها یعنی الان میخوای بگی یعنی دختر اومد اینجا قایم شده؟ قایم نشده. ببین قضیه یکم پیچیده تره، بذار اینم برات تعریف کنم. تو مصاحبه با اطرافیان مبینا تقریبا هیچ کس حاضر نشد مصاحبه کنه. همه توی شوکی بودن و توی انکاری بودن، اصلا ترجیح میدادن باور نکنی اتفاق رخ داده. حتی به جز یک نفر که کامل مصاحبه کرد. کی؟ دختر خاله مبینا. چند سال بزرگتر از مبیناه ولی همبازی هم بودن، خیلی صمیمی بودن، از چیک و پوک هم با خبر بود. تو مصاحبهش یه نکتهش خیلی توجهمو جلب کرد، یه نکته که خیلی نکته عجیبی هم بود. میگفتش که مبینا چند وقت بود که یک رفیق صمیمی پیدا کرده بود، خیلی هم صمیمی شده بودن و خیلی هم سریع صمیمی شدن. میگفتش که برام خیلی جالب بود ببینم این رفیق کیه، چون مبینا مدام از این رفیق حرف میزد. گفت یه شب که رفته بودیم خونه مبینا، از مبینا خواستم که این رفیقشو به من نشون بده. دو تایی بلند میشن میرن دم خونه این رفیقه، هر چی آیفون میزنن کسی درو باز نمیکنه. برمیگردن خونه. اتفاق عجیبی که میفته اینه که دختر خاله میگه مبینا از اون شب به بعد به شدت افسرده میشه، گوشه‌گیر میشه و اصلا با کسی حرف نمیزنه. و اتفاق دوم، 1 هفته مونده به قتل، دختر خاله یک پیامی دریافت میکنه از سمت مبینا مبنی بر این که قراره مبینا با اون رفیقش دوتایی فرار کنه. دختر خاله هم جدی نمیگیره، خودش میگه منطقی هم هستی، دختر چه 10 ساله مداره اذیت میکنه، شوخی میکنه یا هرچی. این که هفته بعد اون قتل اتفاق میفته. دختر خاله سر این قضیه خیلی عذاب وجدان داره که چرا اون افسردگی رو جدی نگرفته، بعد چرا اون پیام رو جدی نگرفته. آدرس خونه اون رفیقه رو گرفتن از دختر خاله، کجاست؟ چند تا خونه اونورتر از خونه مبینا اینا. صبح رفتم سراغ اون خونه و هر چی آیفون زدم کسی باز نکرد. بعد از ظهرش یعنی رفتم یه دوری زدم، یه نهاری خوردم، یکم تایم گذروندم، بعد از ظهر دوباره اومدم گفتم شاید برگشتن دیگه، زدم آیفون رو باز کسی در باز نکرد. از در همسایه جویای خونه شدم و به طرز عجیبی هیچ کدوم از در همسایه‌ها اصلا هیچ اطلاعاتی نداشتن راجع به این خونه، نمیدونستن کی میره کی میاد، اصلا هیچکی نمیدونست اون خونه چه خبره. پسرم زد برم املاک محل، گفتم قطعا اونجا باید دیتا داشته باشه. رفتم املاک محل و املاک محل بهم گفت 2 سال تو این خونه هیچکی زندگی نمیکنه، 2 سال این خونه خالیه. خب ببین این قطعاتو که میچینم کنار هم به فرضیه میرسم، یک فرضیه. اوکی. احتمالاً مبینا تسخیر شده. چی شده؟ تسخیر شده. مبینا اول تسخیر میشه. تسخیر شده؟ آره. بعد خانواده‌شو به قتل میرسونه، بعد از آزمایشگاه روانی فرار میکنه، بعد کشونده میشه اینجا. یعنی الان اینجاست احتمالا.
بابک بیا 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 میتونی برش داری؟ فقط خیلی مراقب باش. بپا بپا. چرا قوه بدم تو کولم. بودو عمیقش کن. چیزی میبینی؟ نکنم. هیچی نیست؟ آره به نظر تونل میاد. کجا میگی؟ آها اینو آره بذار زومش کنم واسه. اینجا رو میگره؟ آره جا داره قشنگ. تونله. اینو ببین. رو کن. رو جلبه. تا چیه؟ یه بچه هست با اون نکنم ولی این آلا بچه هزینه هست. جواد کجا پیدا کردی؟ همونجا افتاد. بهت گفتم ایده یه مستقیم دارم. کدوم؟ ببین یه تو همسایه من هست. خب یه پیرمردی هست هر کاری میکنه بابای خونه رو نمیفروشه. خونه رو بکن بسازه. بعد پسره هی میاد میزنه بابا رو. کی چی شد؟ این یارو؟ پیرمردیه خب حاضر نمیشه خونه‌شو بکوبه بسازه. پسرم هر چند وقت یه بار میاد سراغش میزنتش کاری بابا رو خب من فکر میکنم چجوری میشه ازش یه ویدیو در آورد. چی یعنی؟ تو خونه خب اینجوری که چیز میکنه که یارو شکایت میکنه دیگه. من برای ثبت اینجور لحظات با اتاق خواب مردمان میرم چی فکر میکنید؟ اونم احتمالا چیز جنجالی بهتون باشه. قشنگ که اگه این در بیاد خودش میتره. بابا بالا سری قبل اینجا بود؟ من ندیدم چیزی. اینجا اومدیم دیگه. آره ولی اینو آره چیکار می‌خوای بکنی؟ نمیگی میخوای چیکار کنی؟ شاید ناحسین خودشونشون نمیدونم واقعا اینجا باشه. بزن رکورد.
برگرد عقب بیا یه تکون میخوره آقا. به فرض اون فرضیه که گفتی درست، خب سوالی که پیش اومده بر من این هدف چیه تو الان؟ نمیدونم اگه واقعا درست باشه فرض کنید دختر بچه 10 ساله الان نیاز به کمک داره، بعد اصلا معلوم نیست چی به چی شده، یعنی اصلا نمیفهمیم، بعد این قضیه که احتمالاً نمیذارن صداش در بیاد، بعد همه بدونن چی شده اینجا. یعنی میخوای نجات بدی دختره رو؟ فکر می‌کنم اگه پیداش کنیم بتونیم این کارو بکنیم. ببین من گفتم نتیجه قطعات پازل نه نتیجه باور من. با اون چیزی که من تعریف کردم، با اون چیزی که شنیدی، با اون چیزایی که داری میبینی، خودت به فرضیه دیگه میتونی برسی. تو هم مثلا یه مستندسازی دیگه، تو بگو چه فرضیه‌ای میگی. اگه دیدیم باید چیکار کنیم؟ فرض کنم مبینا رو پیدا کردیم؟ آره. نمیدونم، فکر کنم یه اتفاق خوب برای تو بیفته. آقای قربانی بله. این گفت که صدای گریه دخترانه شنیده، عمو حسن گفت صدایی نشنیده و ما هم الان از صبح اینجاییم صدای گریه دختر بچه من حداقل نشنیدم. نمیدونم آخه عمو حسن این ور نمیاد تو، کلا هم اتاقشون بره و هم نمیدونم دقت کرد یا نیستی سگ اون ور داره، یعنی این ور حتی سگ هم نداره. خیلی عجیبه اصلا خیلی من خودم اصلا باورم نمیشد واقعا دختر بچه 10 ساله مثلا این کارو بکنه و اینا. خیلی عجیبه بابا، این آدم هیچ پیش زمینه‌ای هم نداشته. گفتی تحقیق کردی زاده بود این خانواده اینا مثلا مشکل چیزی هست قبلا؟ اصلا این خیلی عجیب تره. بابای مثلا چه میدونم معتاد بوده باشه، هیچی اذیت نه. ببین کاملا خانواده مثلا طبقه متوسطی، دختر رفاه خوبی داشته، هیچی. و اصلا حتی در مثلا گذشتهش پرخاشگر باشه، پیش فعال باشه، هیچ گزاره‌ای وجود نداشت مبنی بر اینکه این آدم از قبل آمادگی یا همچین کاری توش وجود داشته باشه. ببین یه دختر بچه به این فکر کرده که میتونه با یک متریالی خانواده‌اش رو بکشه. کی به نظر یادش داده؟ این باز از همون چیزیست که فرضیه رو به اینجا میکشونه دیگه. احتمالاً همون رفیقی که داشته. گفتی به اینجا کشونده شده، میتونه الان اینجا باشه؟ اون رفیق دوستش. ببین اگه به من باشه که میگم اصلا اون احتمالاً الان با مبینا یه نفرن. حالا ببین اگه فرضیت واقعا درست باشه، خب ما الان توی موقعیت تقریبا خطرناکی قرار داریم و خودت نمیترسی واقعا؟ بستگی داره. به چی؟ داستان قوزه بالای قوز شنیدی؟ قوزه بالا قوز؟ میدونی از کجا میاد اصلا این؟ نه نشیدی میگن قوز رو قوز اضافه شنیدم قوزه بالا قوز. نمیدونی نه. این داستان دوتا رفیقه که جفتشون قوز دارن. که رفیقا میشنون که یه جایی حموم جناست، معروفه به حموم جنا. رفیق یکیشون میره تو این حموم. اون شب عروسی داشتن جنا، خوشحال بودن و در عروسی بودن. قوز اینو شفا میدن، یعنی در یک خوشحالی ان، در یک شادی ان، یه هدیه به این میدن که قوز این درمان میشه. میاد برای اون یکی رفیق تعریف میکنه. و میگه اینجوری شده، اونم آدرس حمومه رو میگیره و شب بعدش این میره که قوزش درمان بشه. اون شب که این میره عزاداری جناست. یعنی حالشون بده، عزادارن. چیکار میکنن؟ یه قوز دیگه میزنن روی قوز قبلیش، میشه قوز بالای قوز. حالا من نمیدونم امروز اینجا عروسیشونه یا عزاشونه. میشنوی؟ کجا داری میاد؟ جواد توی دقیقه بایسته. حواسم
مبینا مبینا باستا بابا کجا میری؟ بابا باستا این پداست ای خدا لعنتت کنه
های دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.